تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 17. در منتخانه. خانه‌ای که خیر محمد درش را کوفت ساختی غیر عادی داشت. یک دیوار آن را به درازی شخپاره تشکیل می‌داد. دیوار متوازی آن در لب جر واقع بود. بین لب جر و دیوار دو قلاچ پیراه مانده بودند که مال و گاو از آن گذشته تواند. دو لای اهرام شکل کلان از آشناندار بودن صاحب خانه درک می‌داد. در بالای شاخی که دیوار خانه بود باز عمارت با روزن پستک واقع بود که نیم بامش را دو شاخه به قوت درخت سیب پناه می‌کرد. برف تنک نقرگون هنوز برگ‌های ریخته باغ و ساقه‌های پس از درو در چکلک‌ها باقی مانده غله را پره نپوشیده بود. پس از چند بار تق تق زدن، زنی که با رومال بنفش رنگ سرش را بسته و زلفانش را کلوله کرده بود در را گشاد و منتظری سلام علیک نشده گفت: در را چه میکوبید؟ راست به منتخانه برآیید. زن برگشته رفتنی شد. خیر محمد پرسید: خواهر، ما رو به خانه‌ات راه میدی یا جای دیگری رویم؟ زن به چهره هایشان ذهن ماند و گفت: معذرت برادران، گمان کردم که از اهل ده. من علو دارم، پسرم شما را همراهی میکند. زن درون رفت و دقیقه پس جوان 15-16 ساله جنگلموی بلند بالا در نزدشان حاضر شد. او سلام کرد و گفت: عمک جان ها، به منتخانه می رویم. و خود پیش در آمد. داراب به خیر محمد نگریست که منتخانه چی باشد. خیر محمد کیتی در هم کشید. آنها بار اول چنین کلمه عجیب را می شنیدند. بچم نامت چیست؟ پرسید خیر محمد. ملک زید. چی نام زیبایی؟ در این خانه کسی هست؟ شیخ صاحب نظر قلندر و 3 کس دیگر. آنها هم مثل ما مهمانند یا تهجایی؟ شیخ و خدمتگارش مهمان، 2 دیگر مجلسیان قشلاقند. نه خیر محمد نه دارابشاه معنی گپ ملک زیب را پره نفهمیدند. خیر محمد گشتش را سست کرده پرسید: پسرم، آنها در اینجا چیکار میکنند؟ در این منت خانه. او واژه ناآشنا را به زور تلفظ کرد. ملک زیب ایستاد، با حیرت به مهمانان نگریست و پرسید: شما راستی نمیدانید که در منت خانه چی میکنند؟ مهمانان با یک آواز جواب دادند: نه، نمیدانیم. جوان خنده بزیبی کرد و گفت: در اینجا معرفت میکنند. شیخ صحبت‌های عجیب دارد. او میخواند، دیگران گوش میکنند و عقیده میگویند. این شیخ از کجا آمده است؟ از روی احتیاط پرسید خیر محمد. میگویند از بلخ گفتنی جای، لیکن خودم نپرسیدم. پدرت هم در منت خانه؟ پرسید دارابشاه. وی در آسیاب پس از ساعتی میآید. ملک زیب مهمانان را به منت خانه در آورد. نخست چیزی که خیر محمد و دارابشاه حس کردند گرمی و بوی گوارا بود. در بالای آتشدانی که در کنج خانه درست کردند دیگ بلق بلق می جوشید. بوی اشتها آور شوربا معده فراریان گشنه را به جنبش آورد. مرد میان سال که ریش ماش و برنج دراز داشت بالای 2 قبط بالشت کج پهلو زده تسبیح می گرداند. در پیش او 3 نفر نشسته بودند. یکی از آنها با آواز بلند کتابی می خواند. شیخ نیم نگاهی کرد و باز چشم به قرائت کننده دوخت. دیگران به آنها اهمیت ندادند. ملک زیب به خیر محمد و دارابشاه جای نشستشان داده خود بیرون برآمد. مهمانان بالخلطه و کمان خود را در نزد آتشدان گذاشته در بر 3 نفران نشستند و نفس درون زده به قرائت گوش دادند. راوی آواز فارم داشت. چیزی که میخواند شعر بود. خیر محمد زود متوجه مضمون آن شد، ولی دارابشاه که پارسی نمیدانست
اول کمی گوش داد و چون یقین کرد که چیزی نمیفهمد، صدای گوارای دیگ دقتش را جلب نمود. 3 مرد دیگر نیز به آواز در آمده نشستند. راوی توقف کرد و بر روی شیخ نگریست. وی تسبیح گردانده گلو افشاند و گفت: السلام علیکم بندگان خدا، خوش آمدید. ملا سراج الدین باز یک قصیده شیخ سعدی را ختم کرد. صاحب گفتار در این مطلب چه خوش گفته است که پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، دانه نکشت گوهر و دخل انتظار کرد. دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی، جای نشست نیست بباید گذار کرد. اما چنان که گفتند اول طعام و آنگه کلام، اول با هم چیزی بخوریم بعد صحبت را دوام میدهیم. خاصه که 2 مهمان راه گفته داریم، خدا میداند در تلادها چیز خورده باشند. دارابشاه که از کتابخانه طاقتش طاق شده و از صحبت شیخ سرجاق گوده اش ورم کرده بود، با شنیدن کلمه بخوریم جان گرفت. با امید جانب در نگریست که صاحب خانه هم با دسترخوان در آمده سلام کرد و آن را روی صوفه گسترد. از پس او ملک زیب با چند طبق و چمچه وارد شد و سرپوش دیگ را برداشته شوربا را با 3 جیب کافت و در 4 کارسان کلان روی نان کشید. بوی خوش شوربا هوای خانه را گواراتر کرد. در این بین پدر ملک زیب چای و میوه آورده و دستارخوان گذاشت. شیخ بسم الله الرحمن الرحیم گفت و اهل مجلس به تناول پرداخت. دارابشاه از چنین حال تعجب کرد، ولی خیر محمد به فراست وایافت که اهل مجلس به آواز در نزد شیخ ادب نگاه می دارند. تا او سخن به میان نآرد کسی یارای گپ زدن ندارد. این طایفه آداب و تربیه دیگر دارد. همگی مردان خوانده و دانشمندند. منتخانه هم تازه و آزاده بود و در روی صفحه های پستش بوریا و نمدهای برجندی پرتافته بودند. کورپچه و بالشت های ترکدوزی خانه را آزاده تر نشان می دادند. در ساکنک های 2 ستون کاشینکاری سیاه چراغ ها خانه را روشن می کردند. اهل معرکه پوشاک تازه و شینم داشت. خیر محمد و دارابشاه چنین محیطی راحت و زیبا را بار اول دیده خود را ناهنجار و بیگانه حس می کردند. پس از صرف طعام شیخ دعا خواند و دستارخوان را برداشتند. ملک زیب به آتشدان هیزم انداخته علاوش را تازه کرد و همراه پدرش در نزد در نشست. شیخ صحبت قطع شده را دوام داد. او از عالم ملکوت و در آسمان به چه کار مشغول بودن فرشته ها سخن کرد. سپس از اهل مجلس پرسید که اگر سؤال دارند بپرسند، عقیده داشته باشند بگویند. جناب شیخ، گفت شخصی که سله شلغمی بسته بود و در تن جامه قیمت بهای زرد رنگ با نقش های سنبل داشت. این سخن آخرین که گفتید لاجرم از کتاب است. این کتاب بزرگ درهای اسرار عالم روحانی را برای بندگان خاکی خدای عز و جل گشوده است، یا مطلب عرض نموده جنابشان مأخذ دیگری دارد؟ بنده کتاب نخواندم، اما این مضمون در رساله های علما و اشعار خواجه حافظ و مولانا رومی و شیخ عطار سعدی و دیگر معلمان راه طریقت حضور دارد. این عالم جسمانی که ما در آن چون به آهیم میچریم گرد و خاک بیش نیست. عالم اصلی آن عالم است. هدف بودن ما هم در این دنیا آن دنیاست. برای همین یگان مال و متاع و امارت و امارت این دهر فانی ارزشی ندارد. انسان عاقل به دنبال آن نگردد، بلکه در اندیشه دریافت سعادت در عالم بقا باشد. شیخ از جواب دادش قناعتمند لب فرو بست و منتظر سؤال دیگر به حاضران چشم دوخت. مرد میان سالی که در سر طاقی عادی و در تن قطمه جایداری داشت سرفه کرد و سوال داد: شیخ صاحب، آیا کسی که در این عالم زندگی براحت دارد، دارای مال و ملک و دولت و ثروت است، در آن دنیا خوار و ذلیل می‌گردد؟ شیخ به علامت تصدیق سر جنباند. آن مرد باز پرسید: پس پیران و آقسخالان
وطنخواداران ملک که مال دهقانان را به هر بهانه به انبار خود میکشند آیا اهل دوزخ نیستند؟ شیخ جواب داد: الله تعالی بندگان خود را به هر حال آفریده است. یکی غنی، دیگری فقیر، یکی شاه، دیگری گدا. در پیشانی انسان چی نوشته باشد همان را میبیند. راستی من یک آدم بیسوادم، ولی وقتی میبینم آدمی که کار نمیکند دود روغنین دارد، اما دهقانی که روز و شب عرق ریخته حاصل میرویاند آن را با دو دست ادب به این مردم بیکار تسلیم کرده خود گرسنه نمیگردد، دلم از دنیا میماند. آیا این هم خواست الله تعالی است؟ این سوال مثل زنبور بود که گویا به قصد گزیدن وزدستکنان بالای سر حاضران به پرواز آمد. آنها به جنبش افتادند. شیخ وجاهتش را تغییر نداده باشد هم از آنکه به چنین سوال ناگهانی پاسخ آماده‌ای نداشت، پس از ملاحظه گفت: برادر عزیز، این سوال با الهیات رابطه ندارد. خیر محمد اشکمسیری خوراک خورد. هنگام تناول گفته های شیخ را در ترازوی دانش خود برکشید. پی برد که شیخ به سوال آن مرد جواب صحیح ندارد. حال آنکه چنین پرسش در دل نه تنها خیر محمد بلکه در ضمیر تمام اهل نشست طغیان میزد. در مباحثه توقف افتاد. خیر محمد دست و دهانش را پاک کرده گلو افشاند و زبان برگشاد. جناب شیخ، چرا فکر میکنید که مسئله مالیات و معیشت بندگان خدا با الهیات دخل ندارد؟ از شنیدن این سخن نشستگان همه رو به این جوانمرد پهلوان جثه ناشناس آوردند. خیر محمد فکرش را ادامه داد: مگر شریعت اندازه مالیات را صحیح معین نکرده است؟ کرده است. پس برای چه حاکمان از فرموده شریعت فراتر رفته دهقان را غارت میکنند؟ یا حاکمان مسلمان نیستند، یا واجبات شریعت نادرست است، یا آنها نادرست میفهمند. خیر محمد در انتظار جواب سکوت ورزید. اهل نشست چشم به دهن شیخ دوختند. وی ریش پنجه زده لبخند زیبایی کرد و گفت: برادر مسلمان من که باشی گوش کن. علم اسلامی بحر ناپیدا کنار است. من تنها با الویات کار میگیرم. در مسلک من تا دست از عالم سفلی نکشی پیر طریقت برایت خط ارشاد نمیدهد. ما هیچ کسانیم که بر ما ز همه خلق خاری رسد و آن به حقیقت شرفی ماست. از نیک و بدی مردم ایام ننالیم، ایشان همه نیکند بدی از طرفی ماست. شیخ نفسی خاموش ماند و افسود: چون از بحر این مرحله گذشتم با چنین خرد و ریزه ها خاطر اهل مجلس را مکدر نمی سازم. خیر محمد کیف در هم کشید و دیگر چیزی نگفت. شیخ براوی اشاره کرد که دوام کتاب را قرائت کند. شیخ جا جا او را از خواندن بازداشته معنی ابیات را به حاضران میفهماند. خیر محمد و دارابشای رهگفته در جای نشستشان به خواب شیرین رفتند. راوی گویا بابای افسانه خان بود و آنها نبیره های افسانه شنو. شهبانوی بدبخت. روزی دراز چله زمستان با درنگ و تأخیر برای شب جای خالی میکرد. آفتاب به سر تیغه های نقرگون کوههای روشان خیرمن زده با رنگ زرد مایل به بنفش از نظرها پنهان میگشت. دیمرغان نیز چون دیگر دیهه‌های اطراف قلعه بحرپنجه این شب و روز اندوه زده است. همکسبان زنجیر دینارشاه بیگناه را در خانه آقسخال شیرین بیگ قتل کردند. نوکران از چندین خانواده آدمان را با ضرب قمچین و لگد برآورده برای فروختن به بدخشیان و زندان سرای سنگ بردند. دهان مردم پرخون و جگرها بریان شده از آه پرسوز مظلومان پری پرنده میسوخت. زنجیر زاده همین دیه باشد هم نه به شادی همدیارانش شریک میشد، نه از سوگشان پروایی میکرد. او به یگان کس دلبستگی نداشت، بخصوص همدیهگانش را بد میدید. سببش یک واقعه ناخوش بود که در ایام نورسی به سر او آمد. مادرش مبتلای کدام بیماری گشت. چند روز اشکمش را داشته سرغلطان شده عذاب علیم کشید و جان داد.
پس از گور و چوبش پدر و پسر تنها ماندند. آن زمان زنجیر 13 ساله بود. نه برادر داشت نه خواهر. فرزندان پیش از او زاییده مادرش همگی 1 ماهه 2 ماهه شده می‌مردند. از روی نقل پدرش بعد از آن که یک ملای چتراری دیو و اجنه‌های یار مادرش را با عزایم گریزان زنجیر به دنیا آمد و پایست. اما بعد او از زاییدن باز ایستاد. ملا توصیه داده بود که اگر والدین خواهند بچه زنده ماند به اون نام یگان اشیا را گذارند. وقتی مامادایه دیها با ندای تیرانداز مبارک شود مژده زادن پسر را می آرد، پدر از خرسندی جانب خانه می دود و پایش به زنجیری که به آن گاوشان را در مزرعه کشت بسته بودند اندرمان می شود. برای همین پسر را زنجیر نام نهادند. مگر دم و دعای ملای چتراری که گویا علم کشمیر را آب کرده خورده بوده است مستجاب می گردد که بچه نه تنها زنده می ماند بلکه چون پهلوان عظیم جثه به وایه می رسد. پدرش بعد 1 سال زن دیگر گرفت. این زن از شوهر یکمش که مرده بود با نام گلچین دختری 10 ساله زیبا داشت. خلاص کلام همین گلچین باعث بدبختی یکمری زنجیر گردید. روز زنجیر و گلچین را والدانشان به پاس فرستادند. آنها مال را به پشتکوی سر دیه سر داده خود در تهدشت مشغول شوخی و بازی گشتند. حرکات و سکنات دختر بناخواست وجود پسر را به تحریک آورد. تمام رگ و پی او از باد شهوت پر گشت به درجه ای که عقلش تیره گشت و چشمانش را سیاهی زیر کرد. در همین حال به اختیار دختر را آزاد برداشته درون کلفی در آورد. تا دختر نیت بدش را پیخست نبود کار از کار گذشت. وقتی زنجیر آرام شد دختر با ناله و افغان خود را از بغلش رهاند و جانب خانه دوید. زنجیر بچه بی‌شرفی دست زدن خود را درک نموده همان لحظه راه گریز را پیش گرفت. از این حادثه ننگین تمام ده با خبر شد و آن مدت چند سال به موضوع اساسی غیبت مردم وادی تبدیل یافت. دورق که آن زمان قاضی دهکده‌های مرکزی شغنان بود زنجیر را به سنگسار حکم کرد. هرچند بعضی خویش و تبار پدریش خواهش کردند که برای نکاح دختر به زنجیر راضی شود، قاضی اصرار کرد که آنها طبق شریعت برادر و خواهر حساب می شوند و چنین نکاح جایز نیست. آخرالامر زنجیر را پس از 2 سال آواره‌گردی و گریزش در راه جانب شیوه دستگیر کرده به قلعه آورده زندانی کردند. پدر زنجیر گناه پسرش را نبخشیده باشد هم هیچ نمیخواست که پسر یگانه اش به قتل محکوم شود. به این خاطر با 1000 تدبیر به بارگاه شاه عبدالرحیم خان راه یافته 2 برزگاو سره را پاره داد و برای پسرش شفاعت خواست. شاه زنجیر را شخصاً به حضور طلبید و چون دید که جوان قوی هیکلی با کتف و بازوست شرط گذاشت که از خون او می‌گذرد اگر جلادی دربار را به عهده گیرد. زنجیر چه هم گفته میتوانست نزد شاه زانو زد و از خرسندی پایش را بوسید. عبدالرحیم خان اگر میدانست که پس از 15 سال این جوان از چنگ اجل رها کرده و شخصاً با امرش جلاد تعیین شده خود او را بی‌رحمانه بوغی کرده میکشد، به شبهه حکم قاضی دورق را جانبداری میکرد و حتی سنگ اول را خود به سرش میزد. ولی 2 برزگاو پدر زنجیر را از حکم قاضی اولاتر دانست و ایفای وظیفه جلادی را به ذمه او گذاشت. به همین طریق زنجیر از مردم تهجایی یگانه کسی بود که در دربار چنین وظیفه منحوس داشت. از آنکه جلاد برای شاهان ضرور بود و از شغنانیان این منصب را کسی به گردن نمی‌گرفت، 3 شاه تخت یکدیگر را غصب کرده باشند هم عبدالرحیم خان، هم یوسف علی خان، هم محبت خان وی را در منصبش باقی گذاشتند. هفته نبود که این شاهان کسی را به قتل محکوم نکنند. از این رو البته به زنجیر جلاد نیاز داشتند. عبدالرحیم خان در آخر سلطنتش به زنجیر در دهه‌اش زمین تنخواه وثیقه کرد. وی خانه بنیاد انداخته در اطراف آن دیوار بلند برداشت. از بس که دیوار گرفتن اطراف حولی در شغنان رسم نبود، این عملش چهره زنجیر بدنام را در نظر مردم باز هم نفرت آور و منحوستر نمود. حتی نام دهکده دیمرغان بد شده بود، زیرا او را همه زنجیر دیمرغانی می گفتند و دیمرغان به کثافت نام او
واژه دهشت‌انگیز جلاد را به یاد می آورد. وقتی محبت خان مادرخواند خود سفرماه را به زنجیر توفه کرد، دل جلاد قریب از تپیدن باز ماند. و موافق رسوم مردم شغنان یک زن داشت و گرفتن زن دوم در گوشه خیالش هم نبود. او حیران می شد که چرا عبدالرحیم خان قریب هر 3 ماه پس یک زن می گیرد و از آنها سیر نشده با کنیزان نیز همخوابگی می کند. یوسف علی خان از پدرش کمی نداشت، ولی محبت خان به 5 زن قناعت کرده بود. او شبهای خود را اکثر در آغوش مادرندرش سروناز می گذراند. زنجیر البته توفه شاه را رد کردن نمی توانست، ولی نمی دانست که عروسش را به کجا برد. در حرم شاه ماندنش ممکن نبود. سفرماه هر کی هم باشد زن شاه شغنان بود و او را به قوشخانه کسی برده اجاره شناندن عمل ناروایی بود. به خانه برد آرامی خانوادگیش برهم میزند. یگانه جایی که از غربت و غوغای دربار در آن چند ساعت می آرامید همین خانه قلعه مانندش بود. زن و 4 بچه و یک سینهارش درون این حولی دیوار بلند اهل اتفاق زندگی می کردند. به خانه آنها سال 2-3 بار از دربار کسی نآید، دیگر آدمی زاده به آن زهره نزدیک شدن نداشت. خیش و تبار از بازی که زنجیر را رد معرکه نمودند یگان بار سراغش نکردند. تنها پدرش تا زنده بود گاهی خبرش می گرفت. چند سال پیش او هم دنیای فانی را ترک کرد. زنجیر به جنازه‌اش هم نرفت. روی خیش و تبارش را دیدن نمیخواست. درستش میدانست که آنها هم از او همچون از مخو حذر میکنند. وقتی محبت خان با جمع آقسخالان بسور آمده نزد بندیان رفت، زنجیر به خانه اش اسب دواند. او قطعی قرار داد که شاهبانوی بیوه را به خانه اش برده نکاح میکند. دیگر جای میرفتگی نداشت. وقتی زنش شنید که شوهر وی به خانه زن نو می آرد از هوش رفت. 2 پسرش لال و حیران چی گفتنشان را نمی دانستند. سینهارش از ترس به گریه در آمد. دخترانش آواز گریه را شنیده آمدند و به گمان آن که مادرشان مرد ناله و فغان را به فلک برداشتند. زنجیر بر روی زنش آب پاشیده او را به هوش آورد. وقتی زنان از گریه باز ایستادند هرچی آرام ولی آمرانه گفت: گوش کنید، من به خواهش خودم زن نمیگیرم. امر شاه چنین است. اگر اجرا نکنم به غضبش گرفتار میشم. از دست او هر کار می آید. مرا جزا دهد، شما را هم آرام نمیماند. برای همین قهر و ملالیتان را فرو برید و خانه را به آمدن عروس آماده سازید. دلباور به پسر خردیش رو آورد زنجیر: تو به خانه آخانت ملا خشار رو و او را به خانه بیار. خطبه نکاحمان را وی خواند. تات، نکاح کردن وظیفه خلیفه است نه آخان. اعتراض کرد پسر کلانیش پارنشاه. چه خیلی که من گفتم همان خیل کنید. تمام، من رفتم. شام فرا رسد بعد بیارش. تاکید کرد زنجیر که در چه ورطه افتادن شوهرش را درک کرده ملایم شده بود. اگر بیوه را عروس کرده روزانه به خانه آورند کودکان به کبود سلفه گرفتار می شوند. من هم او را در روز سفید آوردنی نیستم. با زرده غرنگاز زد زنجیر و از خانه برآمد. به قلعه نرسیده به یادش آمد که برای عروس لباس نو باید برد. اول نیت کرد که به خانه برگشته از زنش بگیرد، ولی اندیشید که بیوه نادلخواه را در لباس زنش دیدن نمیتواند. بنابراین سری اسبش را جانب بازار گرداند. بازار از قلعه در مسافه 300-400 قدم واقع گشته از 20-25 دکانچه عبارت بود. زنجیر راست به دکان مرد هندوی رفت که شولی نام داشت. وی گازوار می فروخت و حتی لباس دوخته هر خیله هم داشت. شولی که بر بالشت یک پهلو زده با چشمان نیمپوش از ققره کپک قفسی به تیرچوب دکان آویزانش لذت می برد، برابر دیدن زنجیر پریده خیست. قامت دراز لاغرش را دوتا کرده دست به سینه گذاشت و گفت: جنابشان خسته نباشد. لطف کرد که آمد. زنجیر با نگاه دائم و خشمالودش این جامه سفید سیاه پوست را یک پیساند و زود سر مقصد آمد. شولی، زن میگیرم، لباس در کار. برای خودت؟ نه، برای زنک. دوختگی باشد. شولی چوب دست درازش را گرفت و آن را بر رفع از همه بالا نگرانده با آواز خراسیش گفت: پیراهن دوخته هم دارم،
لیکن قد خانم را ندانم. زنجیر کف به پیشانی زد. در حقیقت زنک حاضر نباشد اندازش را از کجا میدونیم؟ خانم را بازار بیار، یک گازوار خریده بر که دوزند. تو میدوزند که 2 روز میگذرد، گفت زنجیر. پس بگو زن را بیارند. او را هم آورده نمیشود. غرنگی زنجیر. هندو حیران ماند، چوب دستش را به زمین پرتافت و پرسید خانم مگر معلول استش؟ معلولش چی؟ نفهمید زنجیر. پاشکسته نیستند؟ نیستش گفت به تقلید او زنجیر و نیمشونوا افزود کاش مرده بودش. آقا خانم من دوزنده خوب استش. جمعور را ببر، اندازش بگیر، بیار او بدوزد. از این پیشنهاد در دل زنجیر شعله امید برق زد. تا نشستن آفتاب میدوزد؟ پرسید او. البته، لکن زود باش. عجب کاری کردی برادر، من چی خریدن رو نمیدونم، تو خودت انتخاب کن. عادتا مردم شما 7 جمعور کالا میخرد، چون این کنم. زنجیر در دلش به خریدن 1 تن لباس هم برای عروس طفیلیش راضی نبود، اما باز هم ترس از غضب شاه او را مجبور کرد که گوید چیزی برای یک عروس لازم باشد انتخاب کن. هندو گازوار و موزه و روسری و شال انتخاب نمود، آنها را بخچه بست، به پیش زنجیر گذاشت و گفت همش 85 روپیه شد. زنجیر بخچه را به قوش زین بست، سوار شد و گفت دوختنش چند روپیه می شود؟ 10 روپیه سیب. می بیارم، حالا با خود ندارم، گفت زنجیر و اسپش را خرسندانه مهمیز زد. وقتی به سرای سنگ رسید، محبت خان سرگرم نرخگذاری اسیران بود و منصبداران این منظره را تماشا می‌کردند. زنجیر بارش را به قلعه درآورد، آن را به خواجه سرای داد و تعیین کرد که اندازه قد عروس را بگیرند. خود به حجرهش رفت و پول گرفت. پس از نیم ساعت خواجه سرا با یک کنیز و بخچه برگشت و گفت ولعمت از انتخاب گزوار و رومال خوشنود است، ولی موزه ها تنگی میکنند. این زن قد و قامت ولعمت را دارد، به قدش اندازه بگیرند. زنجیر بخچه را به قوش زین بست و کنیزک را در پس خود شناند و به سوی بازار اسب دواند. مرد هندو پولش را گرفته از خرسندی گویا بال و پر برآورده باشد، پیش اسب دودوان زنجیر و کنیزک را به خانه‌اش که در پشت بازار بود راهنمایی کرد تا سواران پیاده شدند که بازارگان زنش را از خانه به در آورد. بختمان بلندی کرد خانم، آدم بزرگ دربار به ما کار گرفت، قبول کن. زن که چهرهش بیشتر به تاجیکان شباهت داشت، چست و چالاک بخچه را برداشت و کنیزک را به خانه دعوت کرد. بے پروا بیا دخترم، در خانه کسی نیست. زنجیر از پسش خطاب کرد 2 ساعت پس می آیم، زود باش. زن گفت بے پروا باش صاحب، از ما حرکت، از تو برکت. در وقتش بود کردی پولت را می دهم، نباشد نه. تاکید کرد زنجیر تا چیور در کار درمانی نکند. چند روپیه می دهی؟ از راه باز ایستاد زن. 10 روپیه پرسیدم. آواز برآورد شوهرش. 10 روپیه برای چنین شتو؟ اعتراض کرد زن. نه نمی شود. زنجیر شوریده باشد هم خود را به دست گرفت. 15 روپیه می دهم، راضیستی؟ 20 گفت با قطعیت زنک. به خدا چنین کار را به این تنگی فرصت هیچ کس به گردن نمی گیرد. زنجیر از محمد دانایی زنک به تنگ آمد و به سوی شوهرش تیغ کشیده نگاهی کرد و هرچی نرمتر گفت خوب می دهم، اکنون پی کار شو که وقت نرود. زنک قناعتمند سر جنباند و جانب شوهرش تبسم کرد و به خانه در آمد. این خیر زن هوشیار و تیار رو از کجای افتادی؟ با زرخند سبک ماده دلش را کفان زنجیر. هندو گناهکارانه پوزخند زد. از چترال صاحب خفه نشوید، او به قدر زحمتش میرسد. ما 7 بچه داریم، آنها را خوراندن و پوشاندن لازم. زنجیر نامفهوم سر جنباند و سوار شد و به سرای سنگ راند. راهگذران آنهایی که او را میشناختند یا از راه کنار رفته تا گذشتنش با دل هراسان ناجنبان می ایستادند یا اگر فرصت نیابند به جانب روی گردانده تنفرشان را به او نشان می دادند. زنجیر به چنین منظره عادت کرده بود. حتی در یک کنج سینه‌اش در این دقیقه ها احساس افتخار هم موج می زد. بگذار به جلادی هم باشد، بین مردم شهرت و تأثیر دارد. وی به خواهش خودش کسی را سر نبریده است، حتی ترسکی نزده است. تنها امر و فرمان قاضی و شاه را اجرا کرده، حتی اگر خودشان نگویند نپرسیده است که شخص محکوم چی گناهی کرده باشد.
خون مقتولان هم وبال شکنجه شده ها هم به گردن شاه است و قاضی. زنجیر تنها عملی را انجام می دهد که این ترسویان بزدل از اجرای آن با دست خودشان می ترسند. فقط محبت خان چند روز پیش نقاب از رویش گرفت و چهره اصلی خود را به تمام مردم شغنان نشان داد. 30 نفر را دوام 1 ساعت با دستان خودش بیجان کرد. حتی در دل زنجیر که 15 سال عمرش به جلادی گذشت، از کشته شدن این مقدار آدم واهمه افتاد. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 17 برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.